جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. کافه کتاب، برنامه کافه کتاب تقدیم می‌کند. مهمانی ما باشید به اندازه نوشیدن یک فنجان قهوه. اینجا رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. با برنامه کافه کتاب گشت میزنیم در دنیای کتاب‌ها، رمان‌های جذاب و آثار ارزشمند نویسندگان دنیا و باری دیگر لذت دانستن را تجربه می‌کنیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگاری وجود و عدم. السلام علیکم شنوندگان محترم، همدیاران نازنین. مدینه حیدرزاده هستم و با کافه کتابی دیگر در خدمت شما دوستان خواهیم بود. عزیزان مهربان، طبق قرار ما روزهای دوشنبه با کتاب خواندنی و جذاب در کنارتان هستیم. اگر این برنامه مورد توجهتان شده باشد، کافه کتاب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و عضو کانال رادیو مهر در یوتیوب شوید و در همین لحظه که ما را میشنوید زنگ و لچه را نیز بزنید تا از برنامه‌های جدید ما در آینده با خبر شوید. تشکر بسیار. زن یعنی لبخند در هجوم گریه ها، آرامش وقتی بیقراری های مداوم، عاشقانه هنگام غروب وسط میدان جنگ. زن یعنی تفسیر جمله دوستت دارم، یعنی خدا هم زیباست، عجب نقاشی خوب است، یعنی فلسفه آفرینش، سمبل مهر و محبت، اسطوره اقتدار. زن خود زندگی. برنامه امروز تقدیم تمامی بانوان و گلدختران تاجیک. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید سرزنده و شاداب باشید. در برنامه امروز میشنوید از یک نویسنده موفق به نام لویزا می آلکات، خالق اثری معروف زنانی کوچک. با ما همراه باشید. لویزا می آلکات، نویسنده امریکایی، در سال 1832 در ژرمنتاون فیلادلفیا به دنیا آمد.
در کودکی خانواده او به بوستون نقل مکان کردند و او بقیه عمر خود را در آنجا گذراند. پدر لویزا مرد مؤمن و مذهبی و کارش آموزگاری در مدرسه دینی و امور خیریه بود و خانواده فقیر را اداره می‌کرد. 3 خواهر به نام‌های میگ، الیزابت و امی داشت که در رمان زنان کوچک تبدیل به 3 خواهر جوزفین شده است. اولین کتاب او مجموعه‌ای از داستان‌های پریان بود و مدتی هم برای اتلانتیک مانتلی شعر و داستان کوتاه می‌نوشت. در زمان جنگ داخلی آمریکا در بیمارستان پرستاری می‌کرد و نامه‌هایی که در آن دوران به خانواده خود می‌نوشت بعدها به صورت یک مجموعه منتشر شد. مدت هم سردبیر مجله کودکان بود. اوقات که عاشق پدرش بود برای کمک به خانواده‌اش از همان نوجوانی به کار معلمی مشغول شد و اولین اثرش را در 16 سالگی نوشت. بعدها نیز برای کسب درآمدی بیشتر هم داستان و رمان جدی نوشت و هم آثاری بازاری. ولی مشهورترین اثرش زنان کوچک بود که در سال 1868 نوشت و به دنبال موفقیت و استقبال مردم از آن 3 اثر دیگر در دنباله آن درباره شخصیت‌های اصلی این اثر یعنی خانواده مرچ نوشت که عبارت بود از همسران خوب در سال 1869، مردان کوچک 71، پسران جو 86 و این آثار تا حدود زیاد امنیت اقتصادی را در زندگی برایش به ارمغان آورد و نویسنده را از تنگدستی نجات داد. داستان زنان کوچک در آمریکای قرن 19 و در دوران جنگ داخلی روی می‌دهد که در مورد زندگی 4 خواهر به نام‌های میگ، جو، بت و امی مارچ است. دخترها در غیاب پدرشان آقای مارچ که به عنوان کشیش به جنگ رفته است، با انواع و اقسام ناملایمات زندگی و فقر روبرو هستند. ولی به یاری عشق و راهنمایی مادرشان نه تنها به این ناملایمات پیروز می آیند، بلکه از تفریحات و سرگرمی های ساده و کوچک خود نیز نهایت لذت را می برند. زنان کوچک داستان است که به بیش از 50 زبان ترجمه شده است و موفق شده است از میان مرزهای فرهنگی و مذهبی عبور کند و به پرده سینما، صحنه تئاتر، اپرا، برنامه‌های تلویزیونی، هالیوود، بالیوود و انیمیشن های ژاپنی راه پیدا کند. زنان کوچک داستان تجربیات این 4 خواهر است در مسیر کشف زندگی و دست یافتن به خوشبختی. هر کدام از آنها 1 یا 2 نکته مهم فرا می‌گیرند، ولی مهمترین درسی که می‌آموزند اهمیت خانواده است. از طریق همین موضوع نسبت به مسائل زیاد به آگاهی می‌رسند. مسائل همچون اهمیتی از خودگذشتگی، انعطاف پذیری و مقاومت در میانه سختی‌ها. دوستان گرامی، در ادامه کمی با شخصیت این 4 خواهر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید. میگ فرزند ارشد خانواده یک دختر مغرور است که به کار کردن اهمیتی نمی‌دهد. او باید یاد بگیرد که وقت بیشتری را صرف خانواده کند. او با جان بروک معلم خصوصی لاری ازدواج می‌کند. میگ بعد از ازدواج متوجه می‌شود که برای دست یافتن به یک رابطه زناشویی عادلانه باید میان تمکین پذیری و استقلال وجود تعادل برقرار کند. جو یا همان جوزفین دختری دومی خانواده کاملا مخالف و برعکس میگ است.
در حالی که میگ معمولاً دوشیزه مآبانه رفتار می کند، جو خلق و خوی پسرانه دارد. او یک شخصیت مستقل و ماجراجوست و از مطرح کردن عقاید خود هراس ندارد. همیشه آرزوی نویسنده شدن دارد، کاری که در آن زمان خیلی ها آن را شغل مناسب برای زنان نمی‌دانستند. چالش اصلی جو این است که خشم‌های ناگهانی خود را کنترل کند و همچون یک دختری معمول با بیمیل جامعه رفتار آرام، خویشتن‌دار و صبورانه داشته باشد. او با پسری همسایه‌شان به نام لاری دوست می شود. رابطه آنها به قدر گرم می شود که لاری به او پیشنهاد ازدواج می دهد، اما جو این پیشنهاد را رد می کند. چون مطمئن نیست همان احساسات عاشقانه را نسبت به لاری داشته باشد. جو با امید پیدا کردن یک شغل مدیریتی به نیویورک می رود و همزمان با آن کاری نوشتن خود را ادامه می دهد. لاری هم به امید درمان شکست عشقی خود به اروپا می رود. جو در نیویورک با پروفسور بایر آشنا می شود. شخصیتی که مورد توجه او قرار می گیرد. پروفسور جو را ترغیب به نوشتن می کند. آنها بعداً با هم ازدواج می کنند و مدرسه برای کودکان راه اندازی می کنند. شخصیت جو تا حدود زیاد برگرفته از خود لویزا می آلکات است. او هم با انجام کارهای مختلف همچون دوزندگی، اداره یک مدرسه کوچک و نویسندگی از نظر مالی کمک خرج خانواده‌اش بود. لویزا حامی حقوق زنان بود و در حالی که اکثری همسن و سالانش ازدواج کرده و خانواده تشکیل داده بودند، تا آخر عمر مجرد باقی مانده است. در این رمان همیشه سایه مرگ سنگینی می کند. این مسئله در شخصیت الیزابت، دختر سوم خانواده پدیدار شده است. او با وجود مهارت‌های بالا در نوازندگی پیانو بسیار خجالتی است. با پیشرفتن در داستان به نظر می آید الیزابت عاشق لاری است، ولی او هیچگاه چنین چیزی را آشکار نمی کند. الیزابت با شخصیت همیشه آرام و البته بیماری خود آرامترین دختری این خانواده است. در جلد اول او در اثر رفت و آمد با همسایه‌های فقیر خود به بیماری مخملک دچار می شود، اما به تدریج بهبود یافته و همزمان با آن بر مشکل خجالتی بودن هم غالب می آید. الیزابت در نهایت در جلد دوم از دنیا می رود. همچون تمام دختران کنجه، امی بی‌فکر است و به هیچ وجه اهل عمل نیست. او باید یاد بگیرد که به مشکلات بقیه هم توجه کرده و از خودگذشتگی بیشتری داشته باشد. امی در آرزوی هنرمند شدن است، ولی زمانی که با عمه خود به اروپا می رود، متوجه می شود که آن استعداد لازم برای تبدیل شدن به یک هنرمند بزرگ را در خود ندارد. امی در اروپا با لاری مواجه می شود. آنها عاشق یکدیگر می شوند و ازدواج می کنند. این ازدواج به هیچ وجه مورد پسند طرفدارانی که عاشق رابطه بی‌نظیر جو و لاری بودند قرار نگرفت. نویسنده با این کار می‌خواهد به خوانندگان ثابت کند که زندگی بسیار غیر قابل پیش بینی است و معلوم نیست زندگی مشترک شما در نهایت با چه کسی و در کجا شروع می شود. زنان کوچک مملو از اندرز است و خواندن آن به همه، به ویژه نوجوانان، توصیه می شود. داستان مسائلی را مطرح می کند که در هر دوره ممکن است برای نوجوانان رخ دهد. به آنها اجازه می دهد که به چالش‌های پیش روی خود نگرششان نسبت به این چالش‌ها و نحوه غلبه بر آنها فکر کنند. این داستان همچنین به نوجوانان این امکان را می دهد که به رویا یا اهداف خود فکر کنند. مهمتر از همه این که این رمان به خوانندگان خود یادآوری می کند که در زندگی مسائل مهم مثل خانواده را در اولویت قرار دهند. زنان کوچک آلکات در بستر مهمترین واحد یک اجتماع یعنی خانواده
همچون یک آینه به بازتاب مشکلات و جنبه‌های مختلف زنان در امریکای قرن 18 می‌پردازد. این آینه هر قدر هم قدیمی باشد، باز هم می‌تواند حتی برای دختران امروزی حاوی درس‌های مهم در مسیر تبدیل شدن به زنان کوچک باشد. دوستان و همراهان عزیز، در این بخش شما را دعوت میکنم به شنیدن بخش از رمان جالب و خواندنی زنان کوچک. بامدادی شب سال نو، میگ، جو، الیزابت و امی چشم گشودند و زیر رخت خوابهایشان را نگاه کردند. آنجا 4 کتاب بود. کتاب میگ سبز بود، کتاب جو سرخ رنگ، الیزابت سفید و امی آبی رنگ بود. آنان اندیشیدند: آه مادر، تو چقدر خوبی. میگ کتابش را گشود و آغاز به خواندنش کرد. خواهرانش گوش می کردند. بعد آنها به آشپزخانه در طبقه پایان رفتند. هانا آنجا بود. او در آن خانه زندگی می کرد و به مادرشان نیز کمک می کرد. روی میز غذا بود. میگ پرسید: مادر کجاست؟ هانا پاسخ داد: نمیدانم، خیلی زود رفت بیرون. امی از پنجره به بیرون نگریست. او گفت: مادر به پایان خیابان می آید. جو گفت: زود باشید، هدیه ها را بگذارید کنار. خانم مرچ به درون خانه آمد. دختران ندا دادند: صبح بخیر مادر. جو پرسید: کجا بودید؟ مادر گفت: رفته بودم به خانه حامل. او 7 بچه کوچک دارد. آنها هیچ غذایی ندارند و خیلی سردشان است. او به دخترانش نگریست، سپس گفت: سالی نو است دخترا، می توانیم غذایمان را به آنها بدهیم؟ دختران به غذا نگاه کردند. خیلی دلشان میخواست بخورند، ولی فوراً گفتند: بله مادر، آیا ما می توانیم برایشان ببریم؟ آنان با یک کیسه بزرگ پر از خوراک به خانه حامل ها رفتند. بعداً در بامداد دختران گفتند: این هم هدیه شما مادر. مادر گفت: آه متشکرم، شما بچه های خوبه هستید. او به هدیه هایش نگاه کرد و لبخند زد. از اینکه باری دیگر همراه ما بودید نهایت سپاسگزاری را داریم و برایتان از خداوند بهترین ها را آرزومندیم. مراقب وجود نازنینتان باشید. تا برنامه دیگر، بدرود. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org